گایز خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه بعد از مدت ها. آقا امروز قراره چی کار بکنیم؟ امروز قراره بریم تو یه روم رندوم و یه ذره پخت و پز ریز کنیم ببینیم آیا اونا فشاری میشن یا ما. قبل از که بریم سراغ این ویدیو حتما لایک ویدیو یادت نره، ساب چنل که خیلی مهمه، داریم نزدیک میشیم به یکایی شدن، پس دمت گرم که ساب میکنی و حتما زنگوله چنل فعال کن تا هر وقت ویدیو میذارم با خبر بشی. برو بریم سراغ ویدیو. خب آقا من اومدم اینجا دنبال رومای مختلفم. بذار ببینیم چه رومی میاد برای ما بالا. او 10x10 داونتاونه. نه 10x10 نه واقعا چی 10x10 میزنم. بابا نمیخوام میام اینجا. دستی انتخاب میکنه. 8x10 ببینیم چی. شیپمنت. نه شیپمنت ایزی میزنم. دوئل تک به تک نمیخوام. بریم ببینیم بابا شیپمنت نه. منو چیت کرد. فکر کنم استریمم. نه استریم که هستم. استریم غلط. خب 9/10. بابا شیپ نذارید یزیدا دیگه. 2/10 تو رو خودش شیپ میذارم. هی ای بابا آها این روم خوبه بچه. این روم خوبه بچه من ذره صدام گرفته مریض شدم ازتون واقعا معذرت میخوام. آقا بیا بزنیم لودات چیه. چه لودات هایی دارم. اوکی بچه اسنایپ دیل 3 تا دیل دارم. این طرف اوکیه بچه. یه اتش بدن دیل میخوام بهتون بدم. خب نظر فشاری کننده است ولی میدونید خیلی خوب میتونید باهاش بزنید. حالا من بهتون اتشو میدم اگه دوست داشتید استفاده کنید. دوست داشتید اتش بچه خیلی خاصی نیست. شما میدونید فقط چیکار کنید. یه دونه اینو بندازید رو دیالتون تمام. من بذار من یه ساده بردارم. من یه اون دونلی بزنم روی دیال ساده بدون اتچش میکنیم. یه دونه FMG بندازیم روشمه. یه دونم نه کورتیکال میندازیم. یه چارم هم بندازیمش کنیم. چارم چه دارم. حالا شما اتشو میشینم تا موقعی که بخواد استارت کنه. عشقیت فعلا. خب آقا اومدیم. اینا یه ذره ادعا کردن گفتن ولش کن 4-5 میریم. ببینیم آقا. بذار فعلا برای دستگرمی یه لوکاس بزنیم. ذره بسید من صدای گیمو بکمپم. ویت اوکی یه ذره مستر. الان اوکی شد. الان اوکی فکر کنم. برو بریم. آقا بذارید فعلا برای دستگرمی لوکاس بزنیم. عربیه یارو. نه ایرانیه. نه خوب نیست صدا. ای یزیده. اوکی بچه تیر ندارم. داداش من مرسی یاروم. بچه فکر کنم بی رفتم بچه. بچه ببخشید بابت این میسا. اوکی بچه من ذره واقعا دستم اصلا گرم نیست. الان که دارید این ویدیو رو میبینید واقعا اولی مچمه اومدن. به هیچ عنوان دستم گرم نیست.
بذارید یه ذره با این بزنیم. بیا داداش. بچه با این دیگه میس بدید دیگه نزنید. اگه یه بار باش میس دادید، اگه میس دادید یه ذره فاصله بگیرید. یو خدا نخورد. چی؟ این نیدا نذارید یزیدا. اوکی بچه ها، یک زدیم. برو بریم حالا برای بعدی. بابا چرا اینا صداشون اینجوریه؟ ولم کن دیگه یزید. نه بچه میخوام یه ذره کثیف بازی در بیارم. یه خط بچه من برای که صدام بهتر بیاد تو ویدیو تقریبا صدای همه چیو کم کردم که صدام بهتر بیفته. اوه چه پایری. بچه میگم این اتچ دیل هم هیت فایرش خوبه هم فستش خوبه. بکارم به نظرتون یا نه؟ بچه راستی یادتون نره حتما لایک ویدیو یادتون نره. ساب چنل هم یادتون نره بچه. ساب کنیم بشیم یک دیگه. میکارم. آخ نه داداش چون منم زنمش. وای 90 تا. چه هیپ فایرایی میزنم پشمام. آوچ 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 آوچ. برو بریم بچه. اگه خواستید اوپن لابی های بتل هم بریم بدید داخل کامنت ها بگید. برید کنار. یزید از کجا بخواد بزنه؟ بچه 2 نفر شدن. نمیخوره بچه. اصلا یه سوال دارم. اصلا بچه من فشار نمیخورم، هیچ عنوان من فشار نمیخورم. چطوری میشه 6 تا تیر بزنم هیچ کدومش ریج نشه؟ حالا 2-3 تاش هم میس بود آقا، ولی 3 تاش خورد ریج نشد. پینگم چنده؟ یه لحظه وایسید ببینم. الان فکر کنم بهتر بشه. بسید وین که برا ماست. آره فکر کنم وین برا ما باشه. یه دیسی بخوریم. بودو اوکی. نه ران مانو اونا شد مثل اینکه اب نداره. الان با پینگ 60-70 ببینیم چی میزنیم دیگه. میاد یکی میاد. ای بابا هیچ کی نمیاد. واو اوچ کجا اومده ها اینجا؟ میشه ایراد نداره. من فعلا کات میدم حوصلتون سر نره. خب آقا هلند رو گرفتیم. یکی برامون جمع کرد. بریم آقا یه ذره چیزم بزنیم دیگه. اللبل هم بزنیم. اللبل خیلی وقت نزدم ولی خب بریم ببینیم خوب میزنم روشنه. نمیاد کسی یعنی؟ نوش شما اصلا خطگیر نیستیم. تامه برو این بالا دیگه. استغفرالله. هیچکی نی. یکی بالاست. نخورد بکنم رفت و برو بالا. ای شتونش. بری بیرو مرسی بچه. برو بریم برا راند بعدی.
آقا به نظرتون سریعتر برم اون بالا خط بگیرم؟ نه خط خط نمیگیرم شادم بگیرم. آخه از اینجا همش میان بعد خیلی رو مخ میرم. آقا سبک بازیتون رو تغییر بدید. هیچی مثلا یه جا میاین، مثلا بعضی اینطوری که یه جا میان میرن اون بالا بعد میزنن. یه ذره سبک بازیتون رو تغییر بدید. چجوری تیر نخورد بین اینجا والبند شد خورد به ماشین یزید؟ بشه کسی نیست. چه بالا میره به نظرتون؟ من یه برم بالا ببینیم یه جامپ شات میتونیم بزنیم. آها یه شوی دیگه بده ای بابا زد. بچه بازم میگم لایک و ساب فراموش نشه بزنید بریم برای یکی. بچه به نظرتون از اینجا میاد یه وال این بزنم؟ نه ایمد کسی نه چه به نظرتون اینجا بچه یه لحظه پینگم رفته پره بشین که نمردم. بچه یه سرشستمون نشه. ای طرف دیگه بچه من یه ذره شو بازی کردم خیلی بد دارم بازی میکنم این دست بتا ذره لوکاس همه دارن ترای هارد کنم. بچه به نظرتون اینو بردارم یا این؟ بذار یه ذره با پارک بزنیم. بچه این سه تا دیالا همه اتاچشون یکیه فقط این ایم وسطشون فرق داره. یکیش دیفالت یکیش کریتیکاله یکیش هم تاپ نشه. یه وال بزنم اینجا میخورم. نه چه میاد چی میاد یه باید بیاد. هیچی نی یعنی اون بالا یه دونه بزنه بشه. ای وای بچه شت. آقا من چرا هیپ فایر میزنم؟ اگه بخوام خیلی هیپ فایر بزنم اینو بردارم کات میدم. آقا یارم هم خوردش اب نداره. بریم آقا بریم. بذارت بشه به نظرتون نه نمیتونم بزنم زیاد پایین دیگه. یه ذره موبیلیتیش پایینه. اگه یه ذره بالاتر بود خوب بودا. بیا از اینجا نیت ننداختن دیگه. وقتی اونجا نیت میندازن یکی باید لانج بیاد دیگه. بابا خب اینا رو بزن 6 نفر دور اطرافتن اومدن گیر دادن به ما ولمون کنید. برو بریم آقا. به خدا الان یکی از یه جا در بیاد ما رو بزنه. چرا یه خط ریز بگیریم بخندیم. یکی از اینجا باید بیاد دیگه نیاد. نه Low battery, please recharge. شت بچه این میکروفون ما بلوتوسیه الان شارژشم. یکیشون والبنگ ده آخه مشتی. بچه الان یه ذره فکر کنم ویدیو یه ذره صدای ویدیو کیفیتش کمتر بشه.
بزرگی خودتون ببخشید دیگه. رسید نه اومد کسی یه چیزی هزید یکی شما بچه موقعی که پلن میکنن یکی میدوه بره اینجا کمپ کنه همیشه سیدونه بسش یعنی نمیاد چی شد؟ وای چه دیر دیدمش خیلی دیر دیدمش شت خیلی ساری بدم I'm really sorry. Defend the objective. بچه دوستاشون اومدن لان یعنی یه والبند نمیشه در بیاریم ما میشه چرا نمیشه میشه بودو بچه راند آخر خیلی خوب کیل گرفتم MVP من شدم اوچ بریم چرا خوب بابا حالا بس قدگیری و اینا نشون بدش ایسا خوب نشون بده بابا هیپ فایرر این هیپ فایرر فست بود حالا مهم نیست بابا اصلا مهم نیست آقا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید حتما بازم میگم لایک ویدیو ساب ویدیو فراموش نشه کم کم میخوایم برسیم به 1K دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید فعلا بای